منتها ما باید به این عقیده نباشیم که 3 زبان هست. فارسی زبان جداگانه است و تاجیکی زبان جداگانه است و دری زبان جداگانه است، برای این که اینها 3 لهجه از یک زبان هستند. مهمان من نویسنده خوشفکر و خوشکلام افغانستان است. او از دانشگاه تهران در ادبیات فارسی دکترا دارد و سالها متصدی امور فرهنگی افغانستان بوده. اما برای فرهنگ و زبان فارسی چه کارهای انجام داده؟ سید مخدوم رهین، وزیر پیشین اطلاعات فرهنگ افغانستان: آیا فارسی، دری و تاجیکی 3 نام برای یک زبان است یا 3 زبان جداگانه؟ اگر اینا واقعا 3 زبان جداگانه است، چرا ما برای گفتگو با دوستان ایرانی به مترجم نیاز نداریم یا با صحبت با دوستان تاجیکی به ترجمان ضرورت نداریم؟ عرض کنم خدمت شما که زبان فارسی دری یک زبان است و دری در افغانستان، فارسی در ایران و تاجیکی در تاجیکستان و همچنان در سمرقند و بخارا و ترمز. اینا لهجه های متفاوت از یک زبان هستند. آیا دری لهجه است؟ نه، دری لهجه نیست. لهجه نامیدن دری که هیچ گونه بنیاد علمی و منطقی ندارد، در را به سوی تجزیه زبان فارسی باز کردن است. زبانهای امروزی پیشتر لهجه ها بودند که در گذار زمان اکنون به زبانهای جداگانه مبدل شدند. فارسی، دری، تاجیکی لهجه نیستند. به جای لهجه اینها دسیسه های هدفمند برای تجزیه سیاسی زبان فارسی هستند. خیلی ساده می شود پرسید: آیا روزی که کشورها را مرزبندی می کردند، مرزهای این 3 کشور تاجیکستان، افغانستان و ایران را بر روی لهجه ها تعیین کردند؟ آیا عبدالرحمن خان، روس‌ها و انگلیس‌ها این کشور را بر روی لهجه ها مرزبندی کردند؟ از خود بپرسیم: اگر امروز هرات بخشی از خاک ایران می بود، لهجه اش را دری می گفتیم یا فارسی؟ اگر بدخشان و تخار متعلق به خاک تاجیکستان می شد، لهجه اش را تاجیکی می گفتیم یا دری؟ امروز دانشگاه های تهران، کابل و قدرت های بزرگ فارسی، دری و تاجیکی را لهجه ها گفته به زبان های رسمی جداگانه مبدل کردند. پاسخگوی این بدبختی ها کی هستند؟ که اینها 3 لهجه از یک زبان هستند. دری در افغانستان، فارسی در ایران و تاجیکی در تاجیکستان. اینا لهجه های متفاوت از یک زبان هستند.